پروردگار بزرگ گفت ما مردها را قوام آفریدیم. قوام یعنی چی؟ صاحب حرمت، عزت، قوت، عقل، فراست، غیرت در بالای زنها. زناشان را نفقت دهند، زناشان را کمک کنند، ناموس زناشان را حفظ کنند و زنها اینها را باید حرمت کنند. این فضلی از خداوند بعضی بزرگی های هسته که در مردا دادگه، بعضی بزرگی های هسته که در زنها دادگه. این خیلی درجه نیست که مرد ای زن بزرگه، نه، ای کدام جهت در اینجا گفته ای جهت تکلیف. تکلیف چی را میگن؟ یعنی وظیفه دارن زنها که شوهرشون حرمت کنن. ای جهت تشریف نه، ای جهت شرافت نه، ای جهت عقل و فراست نه. و بعضی زنهایی هستن که از جهت عقل و فراست هزار برای مرد خوبن. ای جهت فراست عقل نه، علم و دانایی نه، ای جهت تکلیف. تکلیف چی را میگن؟ من خداوند 5 وقت نماز ما رو تکلیف کرده، اون میخونیم. وقتی میگی من الحمدلله مسلمانم میخونیم. ای زنی مسلمان، وقتی تو میگی من مسلمانم دیگه راه نداری، تو شوهرت میخوای نمیخوای حرمت میکنی و شوهری تا وقتی نکاحی بوده تو میدروی، تو میخوای نمیخوای و حرمت میکنی. این فضل خدا دادگه، این فضل، این درجه نیست که هو حتما مردکو یک درجه بالا، نه، این فضل. فضل چی نمیگن؟ تو اگر همین کار کنی و همین سبب نزد خدا در شایستگی تا نشان میدی. خداوند این فضل برای تو داده ای زن. و بما انفقوا من اموالهم، زیرا که مردها ای مالاشون زناشون نان تیان. انا فضل دیدی چی با تو ای روح برمیگی؟ نفقه زن در گردن پدرش بده، در گردن اکاش بده، در گردن دودرش بده. اگر شوهر کنه اینا سوقی در گردن شوهرش بده. زنها در اسلام یگان جدا حق ندارن کار کنن. حق نداشته زن کار کنه. چی در کار میکنه وقتی به اوتا داره؟ چی در کار میکنه وقتی به اکا داره؟ چی در کار میکنه وقتی به دودر داره؟ چی در کار میکنه وقتی اینو کلانن با بلاغت رسیدگن، با کار رسیدگن، اینو کار میکنه؟ حق نداره زنک. زنک برای چی؟ آبرو عزتش در کار میبرمده، او اسفالت توزه میکرده، او شستشو میکرده، او شکتور میکرده، او پخته میچینده. در کجا آمده میگه اسلام دیگه که و توبهگر کار کنه و میاناش در کنه و بدناش درمان شود؟ در یگان جای اسلامی نیست. نفقه زن در ذمه مرده. مردی به ناموس و به ایمان پدرش، دادرش، خواهرش و اکاش، شوهرش واجبات ایمانشونه دغل هم شود، مرده باید مدینشون خراب. و بما انفقوا من اموالهم، ای مولاتون نفقت یارشون کی این ختم چخل مدینه در شما ناموسونه برداری که کار کنن. فالصالحات، اما زنای پاک دامن کیان. زنای پاک دامن کیان میگه، مردک فهمون که کی بوده؟ زنی پاک دامن کیان. قانتا دعا میکنه در اقشور، میشینه دعا میکنه در اقشور، میشینه دعا میکنه در اخوتا و اکا و دادرش. حافظات للغیب، اگر شو داشتگی باشه در نبودگی شوهرش خانه شوهرش نگاه میکنه، دامنش نگاه میکنه که دیگر مردای بیگانه را راه نمیده، دامنش حفظ میکنه. خشم بما حفظ الله، اگر این کار که کنه خدا او را حفظ میکنه، خدا او را برکت میده، خدا از او دامنا بهترین فرزند را میده، خداوند در این خاندان فیض برکت میده. چی با اینا در غیبی شوهرشون، مولای شوهرشون نگاه کردن، آبروی شوهرشون نگاه کردن، خانه شوهرشون نگاه کردن، کودک شوهرشون نگاه کردن. اینا نگذاشتن که در غیبی در نبودگی شوهرشون دیگر مرد بیگانه در اینا چیکار کنن؟ چشم علا کنن. اینا محافظ مال و آبرو، ناموس و کودکی کشتن، شوهرش کشتن، یا آبروی پدرش یا آبروی اکا و دادرش نریزون. این کار را که کرد الله جل و علا شانه برای اینها حفظ داد، نعمت داد، بزرگی داد، این زنها را عزت داد. یعنی این بوده حقوق زن در اسلام. پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرسش ای نماز سر نشده خدا اول ای عمر میپرسیده. این حدیث های صحیح در کتاب ششگانه که حالی ما صحرای قیامت میبیاییم، قیامت ما سر نزده
خدا ما را از عمر میپرسه که در کجا گذراندیم شد. از ابن حجر حیتمی، ابن حجر عسقلانی چندین روایت ها در کتاب های ادبیات، حتی امام غزالی هم میبیارن که هر کسی که حدیث امام ابن ماجه روایت میکنه، هر کسی که 40 سالگی در رسید، جوانی او تمام شد، اکنون او به سوی پیری قدم میزنه، هر روزش محاسبه کنه و حساب و کتاب کنه. اگر بعد 40 سالگی گذشتن ثواباش از گناهاش هر روزش زیاد نباشه، فلیتبوع تیاری بینه جاشه ای همون دوزخ پرماری خدا. اگه چیزی بود نبود برادران، ما 40 داشتیم، ما مسلمانیم. حواسا، آرزوها، کمالاتها، برنامه‌ها، هر چیزی که در ما هست او را محیطی ما را میگن، محیط میگن. همش یک طرف پیغمبر ما نقطه مونده است که خدا ناخوش میشه کاری به معنی یکم به معنیگی در عمرمونه. اول ما را پیش ای نماز ای عمر میپرسن، این عمر در کجا گذروندی؟ این عمر چه خیل گذشت؟ این عمر در کجا فنا شد؟ این سرا در کجا سفید شد؟ این ریشا در کجا سفید شد؟ ابن حجر حیتمی گفته من 40 در آمدم، ابن حجر عسقلانی گفته ما 40 در آمدیم، یگان بار دیگر تریزه رو هوی کرده دریای نیل تماشا کردگی نبودیم. ابن حجر عسقلانی خدا نغز میدونه یکی از بزرگترین شارحان صحیح بخاری است، فتح الباری چی زندگی نامه های بزرگ داره. ای 40 سالگیش بالا یگان جا تماشا نرفته بوده، میگفته وقت کمه، حتی که همه تریزه خانهش نمیکشاده که دریای مصر را تماشا کنه، نیل. میگفته چی بود؟ میگفته که بچگی گذشت. حضرت 900 تا تصنیفات داشتیم. امروز من هفته گذشته بود ما بخارا تماشا رفتیم، مرد با نام محمد ابن اسماعیل بخاری در 63 سال عمرش زن نگرفته، 63 در دنیا گذشته، زن نگرفته، مال نداشته، نخل میکنه، باران میبارید، برف میزد، تندباد سخت بود، بسیاری حالتا پام لچ بود. برای سخن رسول من 4 افق دنیا را گشتم. در بغل من پاورقای زرد بود، گاهی میجقیدم و گاهی تی بغل داشتم که سخنای رسول تر نشوم. من یگان حدیث پیغمبر به 2 رکعت نماز نخوندم، یگان حدیث پیغمبر به غسل ننوشتم. حدیث را در پیش مرخبش می اومدم می خوندم، گور می لرزید، حدیث می پرتافتم که دروغه. گور آرام می گرفت، او را در بخاری وصفش می کرد که حدیث راسته. من تاریخ کبیر نوشتم، می بیاید در زمین بخارا امیر دور شومش می بینه، میگه گیره در زیر پای اسبا پرتوی با درغش میکنه. بخارا می بیا زمینی بوغ باغستان بده. سمرقند گذشتنی میشوه که همونجا شب میسته، علمای سمرقند صحبت میبیارن در گوشش که گفته استیان که همین جمع نبیاید، زادگاهش بخارای همونجا در بسته، همونجا شو دعا میکنه که خدایا زمین امروز برای من تنگ آمده، همه را غنجانده، مرا نمی غنجانه، منو بردار. عمر در جمع کردن حدیث همونجا در دنیا میگذره. زمینی بهشت، خاکی بهشت. حضرت سعدی میگه رفتم از گورش مردم در خلطچه ها میگیرن، در بدنشان همچو بوی مشک عنبر استفاده میبرن. انا عمر در کجا گذرانده محمد ابن اسماعیل بخاری امروز او سرزمین میری رنگ مدینه منوره کردستیم. از عمر ما را میپرسن، ما اقلا نمی نمازامونو در وقت خونه موخی، ما اقلا نمی پای به طهارت گردیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کسی از آمدن بامداد تا فرو رفتن آفتاب اگر سوره اخلاص 100 بار وظیفه دار کنه، پروردگار آخر سوره اخلاص جنت الفردوس است. اقلا همین قشکنیم. عمرای ما کجا رفته است؟ چهره هامون کریح شد، موی هامون ریخت،
حضرت داوود علیه السلام قرآن زلعید میگه، زلعید سوره صاد، زلعید اوهان میگرفته در کف حضرت داوود موم میشده، او میشده. پروردگار ذکر میکنه داووده، و ذکر عبدنا داوود، پیامبر بیاد بیار بنده ما داووده. و زلعید بود، اوهان میگیری در دستش آب میشد، اوهان میگیری آب میشد. داوود در میدان نعره میزد، میگه مشرکان ای اسبا میغلطیدن. داوود اولین قاضی در زمین ای، اولین حکمت خدا را در زمین بنیاد کرده. روزه میشوه سبوک میشوه، بدنش خسبوری میشوه، ریشش تنک میشوه. ندای الهی میبیاد داوود چی دیدی؟ پروردگارو همون بدنی که اوهان آو میکرد سبوک شده، ریشم تنک شده، خوابم دیگر نمیبره، خیالی شدم، چشم میپوشم تمام مرده ها رو در خواب میبینم. داوود اکنون روح ره کافته است. داوود روح ره کافته است. شما موی سفید رو بینی خراب میشوند، ریشاشون سفید میشوند، روکاشون جینج میزنه، دیگه بیچاره در گوشکاشون عرق اسباب میمونه، صدا رو نمیفهمن. اکنون دیگر خواب میرن، هر خوابو میبینن. بعضی حالتا در گپ میزنی که به 4 بار میگی. اکنون ره کافته است در روح میبرویه، این عمر فنا میشوه. هو الذی کیف یحیی الارض بعد موتها. او خدای در شما ایمان نمی بیاره 90 روز 100 روز زمستان با چشم سر دیده، امروز زمین کفانده زنده کرده است. ما بسیاری حالت بیرون نمیبینیم و درون نمیبینیم. یکی از به معنیگی عمر ما همینه که ما درون شریعت منو دیده نمیتونیم. ما درون بین نیستیم دیگه. درون بینی چی بده؟ اینه بینه پیامبری ما خدا ناخوش میشه از بنده ای که او به معنی کار میکنه. چیه ده به معنیگی؟ ابن حجر گفته یکم در عمرمان به هده رفته است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن هر کسی در یک شبانه روز 100 آیت از قرآن میخونه، خدا در صف مومنین حشرش میکنه. کسی 100 آیت از قرآن هر روز میخونده وای در صف مسلمانو بوده. دو کسی اگر در یک روز 200 آیت خونه در صف اولیای خدا. اگر هر کس گفت به دراز میشه حدیث 1000 حدیث خانه، پروردگار در مقابل در برابر شهدا حشرش میکرده. امروز باید عمرمون فکر کنیم.